سلام به دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک ویدیو آموزشی دیگه در رابطه با کسایی که میخوان بازی های اندرویدی رو روی پی سی بازی کنن. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لطفاً یادتون نره ساب و لایک کنید تا ما رو حمایت کنید. خب میریم برای نصب برنامه گیم لوپ. قبل از اینکه بریم داخل سایتش باید همینطور که در ویدیو قبلی گفتم یک DNS فعال کنید، چون تحریم هستیم و سایتش آپلود نمیشه. خب میریم داخل گوگل و گیم لوپ چینی یا سرچ میکنیم. گیم لوپ چاینیز. خب سایت اولی همینطور که مشاهده میکنید خود سایت گیم لوپ چینی هستش. روی سایت اولی کلیک میکنیم. خب میایم پایین و آخر سایت همینطور که میبینید دو تا گیم لوپ هست، 32 بیتی و 64 بیتی. اگر سیستمتون میبینید که یه کمی ضعیفه و لگ میندازه، حتما 32 بیتی ها نصب کنید، چون تاثیر خوبی داره. اگر هم که نه سیستمتون اوکیه، همین 64 بیتی ها دانلود کنید، فرقی نداره. خب بعد از اینکه دانلود کردیم، برای خب حجم خیلی کمی داره، برای نصبش هم باید DNS فعال باشه. ما روی میایم استارت کلیک میکنیم تا اول یک حجمی رو دانلود کنه. حجمش زیاد نیست، در حد 300-400 مگ بیشتر نیست. دانلود بکنه و نصب بکنه. وقتی که نصب کردیم، من نصب دارمش البته. وقتی که نصب کردیم و بالا اومد، خب میایم تو قسمت سرچش کال آف دیوتی رو سرچ میکنیم. خب همینجوری که میبینید گزینه اول سمت راست کلیک میکنیم تا این کال آف موبایل رو دانلود کنه. خب بعد از اینکه دانلود کرد داخل بازی نمیریم. وقتی که نصب شد داخل بازی نمیریم، صفحه رو میبندیم و میایم تو همین قسمت صفحه اصلی گیم لوپ بالا 3 نقطه رو میزنیم، وسطی ها کلیک میکنیم. خب یه همچین صفحه براتون باز میشه که اول 4 تا تیکت هست که ما تیکت اولی رو کاری نداریم، تیکت دومی هم کاری نداریم، غیر فعالش میکنیم. فقط تیکت سومی رو فعال کنیم. میریم قسمت بعدی. خب OpenGL و DirectX اونایی که گرافیک کامپیوترشون، کارت گرافیک کامپیوترشون قوی تر هست بذارن روی OpenGL، و اگر نه کارت گرافیکتون ضعیفه و سی پی یو تون قویه بذارید روی DirectX. البته پیشنهاد من اینه که بذارید رو همین OpenGL، چون بالاخره کارت گرافیک قوی تره. خب و 4 تا تیکت اولی هم تیکشو بزنید. میایم پایین، این اولی روی اولی باشه. این رمتون رو میخواد که من رمم 12 گیگه، میذارم روی 8 گیگ که آخرشه دیگه. هر جور که سیستمتون هست دیگه. این هسته پروسسور سی پی یو تونه، از من 4 هسته ایه. میتونید برید تو تنظیمات و ببینید. اینجا رزولوشن صفحه مانیتورتون رو میخواد که من گذاشتم رو 720. رو 720 بذارید بهتره. حالا میخواید بالاتر بذارید 1920 1080 بذارید.
اینجا DPI رو بذارید روی 160 یا 240، بالاتر نبرید یا پایینتر نذارید. اینجا هم که اسپیکر کاری نداریم، قسمت بعدی هم کاری نداریم و قسمت آخر. اینجا 720 داره، کیفیت 1080 داره، 2K داره. اگر کیفیت صفحه نمایشتون بالا هست بذارید رو 1080، اگر هم که پایینه بذارید رو 720. اینجا هم باز همینطور آخریه بزنید و سیو. میریم برای اینکه بریم داخل بازی. خب وقتی که وارد بازی شدیم ما نمیذاریم که ورود پیدا کنیم به بازی. یک بک داریم گوشه صفحه، وقتی که وارد بازی شد یه بک داریم گوشه صفحه. اون بک ها همینجاست دقیقا. اون بک ها یه چند بار میزنیم که از تو بازی بیاد بیرون، چون این کالافی که ما الان دانلود کردیم کالاف چینیه و به درد ما نمیخوره. ما فقط اون دانلود کردیم که برای اینکه ورود پیدا کنیم به این صفحه. خب بک که زدیم همچین صفحه باز شد، میایم گزینه کلید F8 روی کیبورد، ببخشید F سعی میکنم F9 روی کیبورد رو میزنیم. یه چند لحظه. خب وقتی که F9 رو زدیم، حالا اونایی که لپتاپ دارن باید Fn هم بگیرن. F9 رو که زدیم یه چند تا چیز دیگه برامون باز میشه. میایم داخل این کره زمین یا براوزر که بیایم کال آف دیوتی اصلی رو داخلش دانلود کنیم. اینجاش که دیگه کار آسونیه. میایم داخل سرچ گوگل برامون باز میشه. میایم داخل سرچ گوگل میزنیم دانلود کال آف موبایل. دانلود که شد اینستالش میکنیم، قشنگ اینستال میشه و میتونیم بریم داخل بازی. یا بیایم داخل همین گوگل بیایم چیکار کنیم، بنویسیم دانلود مایکت. از این طریق هم میشه. مایکت رو بیایم دانلود کنیم. حالا من برم بیرون. مایکت رو بیایم دانلود کنیم. همینطور ببینید من اومدم مایکت رو دانلود کردم و از توی مایکت کال آف موبایل رو دانلود کردم. کال آف موبایل اصلی رو دانلود کردم. همینجور که ببینید این مایکت میریم داخلش و دانلود میکنیم. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو منو دنبال کردید. ویدیوهای بیشتری میذاریم، ویدیوهای آموزشی بیشتری میذاریم. لطفا ما رو ساب و لایک کنید اگر ویدیو رو خوشتون اومد و خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.